که هزار، به فرزند که هزار، که ها بزار است. مرد ماشین میخرد، ماشینی نو، خرسندی تمنا. صبح سحر از خواب میخیزد که دخترچه‌اش به ماشین خط کشیده است. چیزی این حالت رو دیده در غضب میشود، آمده با چیزی در انگشتان دخترش میزند. دخترش داد و فغان میکند، میزند، لط و کوب میکند، گریه میکند. وقتی که از غضب میفراید پدر، میبیند که انگشتان دخترش ورم کرده است. زود دخترش را گرفته به بیمارخانه میبرد. دکترها که میبینن میگن که با چیز هایی که اینقدر خیلی کودک میده که استخوانهایش میده شده است که نازک است که آنها رو برقرار کردن هیچ. با این خاطر انگشتان دخترتان رو میبرد. دیگر چی علاج چند مدت میگذارد که دکتر میآید میگوید ای پدر، پس از جراحی اکنون میتوانی رفته دخترت را ببینی. وقتی که میدراید دخترش از جایش برخیزده میگوید دادا جان، انگشتانم باز سبزیده برایان، دیگر به ماشینتان نمی نویسم گویان. سخن میکرد. پدر این حالت رو دیده دیگر خودداری کرده نمیتوانست. به بیرون حولی بیمارخانه برآمد، ماشینش رو لط و کوب کرد، میزد، شیشه‌هایش رو میده میکرد، اما چه علاج. وقتی میشیند ناگه چشمش به همون خطهای کشیده که نوشته است دخترچه‌اش دادا جان، من شما را دوست می‌دارم. این قصه نیست، حکایه هم نیست، راستی این در حقیقت شده است.